درود سرشار از محبت و صمیمیت می‌سازید تک تک شما بیننده عزیز و ارجمند شبکه‌های شما خطلون. اینک من هستم با شما در برنامه نردین شدبرا و امروز ما گروه جاده در قلب تاجیکستان شهر دوشنبه قرار گرفتیم. امروز مراسم جایزه‌سپاری والیبال دور نهایی عضوی جمهوری فروغ سومینی کتاب است معین می‌گردند و آنها با تحفه‌ها قدردانی کرده می‌شوند. باید تذکر داد که از ولایت خطلون خوشبختانه 35 جایزه است که از این دو جایزه نصیب ولایت کلانترین تاجیکستان خطلون گرده است و این از ما مناسبت این دو دارنده نام بلند گیرنده جایزه عضوی فروغ هستیم و می‌خواهیم که از روند آماده‌باشی آنها، از روند فعالیت آنها، از روندی که آنها چگونه به این قسمت آمده رسیدن می‌خواهیم که صحبت داشته باشیم و هر دو از نام خود از نام اهل جایزه و از نام تک تک شما بیننده عزیز مبارکباد میگیم. وقتی موسوم است گیرنده نام پر افتخار آزمون جمهوری فروغی سومینی کتاب است. نخست باید از والیبال دور نامیناسیون کودکانه شروع میکنیم. روند و چگونه بود؟ شما چطور کی و کی سبب شد که شما اشتراکی آزمون فروغ؟ ملکه حسنова هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 شهر کلاب. در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. سال پنجم است که از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی شرکت می‌ورزم. زیاده از 600 کتاب، 666 شعر، 250 تزگویک، 300 چستان، 100 لطیفه، 300 ضرب المثل و مقال از بر نمودم و این سال خوشبختانه و من میسر گردید که سزاوار نام پرشرفی گیرنده شاه جایزه آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی گردم. روند رقابت چگونه بود از دور اول آزمون تا به دور نهایی آزمون؟ روند رقابت خیلی شفاف گذشت و من که اشتراکچی سال پنجم آزمون می باشد این سال با تیاری جدی به کتابخانه ملی تاجیکستان اعضا شدم و یک ماه پیش از سرشوی آزمون به آنجا اومده کتاب‌های درکاری و شعرهایی را که برای آزمون با ما در کار بودن از آنجا دسترس می‌نمودم. رقیبان چگونه بودن؟ رقیبانی که در حقیقت مشکل با آنها رقابت کردند، مثلا در تراسی هم بود که شاید نمیشود شاید میشود بود همینطور؟ نه، من باوری داشتم که این سال سزاوار جای نمایان می‌گردم. یک نقطه اساسی همین آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. با شما چرا؟ با من آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. بیش از همه دوستانی زیاده که من هر سال اومده به دور جمهوریوی مثلا از ولایت‌های دیگر، از ولایت‌های خطلون و سوخت و بدخشان دوستانی زیاد پیدا می‌کردم و با آنها آشنا می‌شدم. البته بیننده عزیز، هر یک ما و شما سالها تلاش میکنیم که تا کسی درباره ما چیزی بگوید، ولی امروز این نفرانی که امروز در صحبت ما هستند، اون نفرانی که در آزمون فروغ صبح کتاب است اشتراک میکنند، گرد زبانهای مردم گشتند. هر کس میخواهد که با آنها عکس بگیرد، هر کس میخواهد که با آنها صحبت داشته باشد، چون تنها و تنها غالب آمدند در آزمون و زحمت چند ساله با آنها این شهرت و این مقام رو دارد. و دوستان عزیز به صحبت رو با اشتراکچی دیگر آغاز بکنیم که آن هم از نوعیه بوسه. و شما چگونه شد که شما با آزمون فروغ صبح کتاب است پیوند شدید؟ من شریفزاده صبرینه، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 از ناحیه واسه می باشم. طول پنجم سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون خواندن و ازیاد کردن ادیبان ادبیات معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم.
در دوره جمهوری با تئوری جدی آمده بیشتر از 250 کتاب را مطالعه نمودم که آثارهای نظمی و نثری را در بر میگیرند، از جمله رمان و پوست و غزل، رباعی و دیگر نوعهای شعری. و در دوره جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی هرچند که رقابت مشکل بود، رقیبان ما خیلی با تئوری جدی آمده بودند، من نیز کوشش نمودم که مهارت و تجربه های چند ساله خود را نشان دهم و نامی ناحیه واسه و ولایتم را بلند بردارم. کی به شما کمک کرد؟ بیشتر در این آزمون با من استادانم، پدر و مادرم با دستگیری استادانم توانستم که به این جاده ها آیم و به این آزمون فروغ صبح دانایی راه یابم و غالب شاه جایزه وی کردم. در روند برگزاری، در روند مثلا اعضای حکمان وقتی که به شما سوال پیشون میکردن هراس ترس چگونه احساس می‌کردید؟ از سببی که طول چند سال است من در این آزمون اشتراک میکردم، آنقدر ترس و هراس نداشتم و با تئوری جدی دیده بودم، آنقدر مشکل نبود. مناسبت اعضای حکمان با داوطلبان چگونه بود؟ آزمون خیلی در سطح بلند و شفاف گذشت و خیلی آزمون از هر خیلی با اشتراکچیان، بله اشتراکچیانی که آمادگی جدی دیدن سوال جواب کردن و سوال‌های چی هم دادن؟ مشکل؟ بله سوال‌های مشکل بودن، سوال‌های بودن که برای ما مشکل بودن و ما کوشش کردیم که به هر یک سوال‌های حکمان پاسخ دهیم. باوری بود که شما جایزه رو بدست کنید؟ من باوری داشتم که جا میگیرم ولی باوری برای شاه جایزه نبود. دوستان از این میگن که هر یک زحمت خودش دارد، هر یک کاری که ما به دست میگیریم و در کاری خود استوار هستیم و یک زینه موفقیت میرسونند و همه چیز هم زینه به زینه به انسان میرسد. ببینید که زحمت 5 ساله امروز ثمر داد که در بین این قدر اشتراکچیان شهر نوایی از ناحیه واسه غالب شاه جایزه آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است کرده. بید از اون لحظاتی که شما آمادگی می‌بینید و دوری نهایی آزمون کشیدید، چگونه بود؟ مشکل بود؟ آسان بود؟ چی لحظات خاطرمان دارد از آمادگی بعد در این طول 5 ساله که من اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی بودم، اعضای فعال کتابخانه‌های ناحیه، مکتب‌های شهرهای کلاب و اینچنین کتابخانه بچگانه میرسید میرشکری شهر دوشنبه و کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان بودم و کوشش میکردم که در طول این 5 سال کتاب‌هایی که برای این آزمون پیش بینی شده بودند آنها را دسترس نمودم، مطالعه نمایم. در برابر این با رقیبان خودم که برای آزمون تیاری میدیدم واخورده با آنها سوال جواب میکردیم و از سطح دانش همدیگر آگاهی پیدا میکردیم و دوستانی زیاد نیز در برابر این پیدا میکردیم. بودن لحظه های دشواری که برای ما کتاب خواندن یا کتاب های تاریخی بودن که برای ما بعضی جاهایش دشوار فهم بود، چون طلبه مکتب بودیم برای ما دشوار فهم بود. ما کوشش میکردیم که از دیگر ادبیات ها، از لغت ها استفاده برده معناهای آنها را فهمیم و بیشتر به درک عمیق آنها پردازیم و از همان کتاب خوانده خود یک درس، یک فایده برای خود گرفته باشیم. هرچند که کتاب های ادبیات معاصر کتاب های خیلی خوب و خواندنی باب می باشند، ولی در برابر این رمان های هستند که وقتی که خواننده آنها را مطالعه میکند الکی وی برای وی دشوار نیست، به مثل یک لحظه می باشد که وی خودش را در آنجا قهرمانی حقیقی احساس میکند، خودش را الکی یک پرسوناژ آن کتاب تصور کرده با چنان شوق و هوس کتاب ها را مطالعه می نمایم که دیگر نه دشواری کتاب و نه یک چیز به نظر می رسد. یعنی در دوام آموزش شدن عموما شما خسته نشدید از آموزش شدن؟ از بود لحظه هایی که خسته می شدیم، باز در وقتی که کتاب می خواندیم باز در برابر این غزل از یاد می کردیم، باز شعر و رباعی، هرچند که نوعهای آنها دیگر خلقی بودن، نظم و نثر آنقدر دشوار نبود، خستگی خود را احساس نمی کردیم. سپاسی به اندازه و این لحظه من فکر می کنم که تک تک این مردم میدونند میخواهند که از شما که
شاه جایزه رو به دست آورده در واقع اما به خاطر شما ترسک بزنند در تاجیکستان مخصوصا در ولایت قبلان برایشان توصیه بدید که چگونه باید کتابخوان شوند برایشان توصیه بدید که کدام کتاب‌ها رو بیشتر بخونند که همون چی میگن راهی کتابخوانی کتاب دوستی را پیدا کنند. طوری که میگویند ادبیات واقعا هم انسان را عوض میکند. وقتی که آدم به دنیای ادبیات و تاریخ گذشته خود وارد میشود هیچ وقت نمیخواد که از وی بیرون برآید. کتاب ها نیز به مثل ادبیات و تاریخ هستند. درباره همه آن چیزی که ما معلومات پیدا کردن میتوانیم در کتاب ها هستند و باید هر یک انسان برای خود وقت جدا کند، وقت مقرر کرده باشد برای مطالعه کتاب، برای راه باز کردن به سوی قله‌های بلند دانش و اینچنین ما تنها برای به مقصد خود رسیدن باید بیشتر کتاب مطالعه نماییم. تا به تمام جوانان تاجیکستان توصیه می‌دهم که وقتی خود را به کارهای بیهوده صرف نکردن به کتابخانه ها حاضر شوند، وقتهای خود را معین نموده به کتابخانه آیند، کتاب ها را دسترس نموده خوانند و از تاریخ گذشته خود از شاعران و ادیبان تاجیک خوانده از آثار و تاریخ گذشته خود آگاهی پیدا کنند. ببینید که مثلا من همچون یک روزنامه‌نگار با اهل ایجاد روزنامه با اهل نفرایی که دوستدار مثلا ایجاد من روزنامه‌نگاری هستن توصیه می‌کنم که کتاب داغستان من رسول غمزه خوانند چون این کتاب میتواند که نطق‌ها را برا بگرداند. شما همچون یک اشتراکچی آزمون همچون یک دارنده شاه جایزه کدام کتاب‌ها را بیشتر توصیه می‌کنید؟ من همچون یک جوانی دوران صاحب استقلال به تمامی همسالان خودم توصیه میدهم که کتاب‌های را مطالعه نمایند که در آن قهرمانی و مبارزه‌های فرزندان خلق تاجیک تصویر شده است. از جمله رمان‌های استاد فاتح نیازی هر بیشه گمان مبر که خالی است، رمان وفا که در هر یک صحیفه آن درس جوانمردی و قهرمانی نهفته است و وقتی که خواننده آن را مطالعه می‌نماید در وی حس وطن‌دوستی و وطن‌پرستی بیدار می شود و بیشتر می خواستم که جوانان ما نیز در این دوران بیشتر کتاب‌های را مطالعه نمایند که در ضمیر آنها حسیات وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی را بیدار نماید. مهمان دیگری برنامه در مهمان روزنامه خبران این ملکه هستند از شهر دوست داشته کلاب باستانی که نام کلاب را در این آزمون به سطح بالا برداشتند زیرا شاه جایزه آزمون را در نمینه کودکان به دست آوردند. شما کدام کتاب‌ها رو به همسالان خود توصیه می‌کنید و انیق‌تر شما کدام کتاب‌ها رو بیشتر مطالعه می‌کردید و دوست می‌دارید؟ بیشتر من کتاب‌های معاصران تاجیک را از بر می‌نمودم از جمله از استاد صدرالدین عینی. کتاب‌های دوست داشته من این یادداشت‌ها مرگ سودخور، مکتب کهنه، قهرمانی خلق تاجیک تیمور ملک، آدینه و دیگران را توصیه دادنی هستند که بیشتر به این کتاب‌ها و این گونه کتاب‌ها رو آورند و آنها را توصیه می‌دهم که خوانند. یک بازی میکنه مثلا شما یک چیستانه بگید که همراه شما آزمون پیدا کنید. چیستان من این گونه است: دو برادر گاه وزنین و گاه سبک و گاه برابر. جوابش به فکرم ترازو. بله. باز چیستان از نفس ما برآرد صدا بگوید شما چیست آن بچه ها. فرنه. بله. فرین باز شرشره از تار آمد در فصل بهار آمد، بریده شرق همه جا رو کرده تر. کنی یک بار دیگر تکرار نمود. شرشره از تار آمد در فصل بهار آمد، بریده شرق همه جا رو کرده تر. جواب این چیستان با فکرم باران است. بله. تزگویک از استاد عزیز. بود نبود یک نخود بود، نخود در آب بود، آب در دیگ بود، دیگ در توبه بود، توبه در آشخانه بود، آشخانه در بنا بود، بنا در کوچه بود، کوچه در محله بود، محله در شهر بود، شهر در کشور بود، کشور در قطعه بود، قطعه در زمین بود، زمین در کیهان بود، کیهان همه جاست. بود نبود یک نخود در آب بود، آب در دیگ بود، دیگ در توبه بود، توبه در آشخانه بود، آشخانه در بنا، بنا در کوچه بود، کوچه در محله بود، محله در شهر بود، شهر در کشور بود، کشور در قطعه بود، قطعه در زمین بود، زمین در کیهان بود، کیهان همه جاست. چند چیستان و چند تزگاه گفتید شما علاقه سبینه بودو وای کده سایب چی میگن
رشکش برده شده است که چی قدر شما میگید من نمیگم کنی و یا برای ما چی تقدیم میکنید شما هست اون قدر کتابی که شما خوندید بیش از 200 کتابی که خوندید برای ما چی تقدیم کردید؟ میخواستم شعر درباره پیشوای معظم ملت قرائت کرده باشم از استاد حق نظر غایب. توی سرور به ملک تاجیکان ای ماملی رحمان، وطن را گشته مانند جان ای ماملی رحمان، بکردی تاجیکان را جمع از کنج و کنار ده، بدادی مردمانت را امان ای ماملی رحمان، پرستار زمین مهربار آریان باشی، تو فرزند عزیز آریان ای ماملی رحمان، خرد را در زمین آریایی بال و پر دادی، فضیلت را بگشتی پشتیبان ای ماملی رحمان، هزاران شکر با صلحی که مردم را رهاند از غم، وطن را شد فضای گلفشان ای ماملی رحمان، سعادت ها به ما آورد استقلال با فیضش، ایا ای پیشوای تاجیکان ای ماملی رحمان. در واقع اگر ما سالها ساعتها در ستایش پیشوای معظم ملت حرف بزنیم و فکر من کم است، چون بینید که در یگان دولت دنیا به خاطر آن که شما برای خود علم می‌آموزید، برای خود کتاب می‌خوانید، برای خود معرفت می‌گیرید، پول نمی‌دهند، اما سرور معارف پروری ما، سرور جوان پروری ما به خاطر باز هم بلند برداشتن سرقه دانش جوانان این آزمون فروغ صوفی دانایی را راه اندازی کردند که اشتراکشان میتوانند اشتراک کرده سزاوار هم مبلغ پولی بگردند، هم به مثل این دو قهرمان برنامه ما دارنده بسیار اثرها و بسیار کتاب‌ها را از بر کرده باشند. تزگویت برای نطق انسان، برای ذهن انسان چگونه است به فکر شما؟ اساساً این معنای تزگویی یعنی خودش تز گفتن می باشد. تزگویی در آثار شفاهی موقعی خاص دارد و اینچنین در نمینت ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی بسیار نفرانی هستند که به میدان به منبر میبرند و آنها تزگویت را اول آهسته میگن ولی آنها را تز گفتن نمیتوانند و از این رو مشق کردن مهارت زیاد را طلب میکنند و از این رو مشق کردن به آنها زیادتر لازم می باشد. تزگویی که نوبتی چلپک چلبو چلبلبو لب چل چلپک یک چلپک و دو چلپک و سه چلپک و چهار چلپک و پنج چلپک و شش چلپک و هفت چلپک و هشت چلپک و نه چلپک و ده چلپک و چلپک چلپ چلپ لب چل چلپک 10 چلپک و 9 چلپک و 8 چلپک و 7 چلپک و 6 چلپک و 5 چلپک و 4 چلپک و 3 چلپک و 2 چلپک و 1 چلپک و چلپک چلپ چلپ لب چل چلپک چلپک چلپ چلپ لب چل چلپک 1 چلپک 2 چلپک 3 چلپک 4 چلپک 5 چلپک 6 چلپک 7 چلپک 8 چلپک 9 چلپک 10 چلپک چلپک چلپ لب چلپک 10 چلپک 9 چلپک 8 چلپک 7 چلپک 6 چلپک 5 چلپک 4 چلپک 3 چلپک 2 چلپک 1 چلپک چلپ لب چل چلپک. برای یک تزویه که با این حرکت تز گفتن خاطره قوی در کار که مهارت بلند در کار که تزویه که گفته باشی. من فکر میکنم که برای ازبر کردن تزگویه که ازبر کردن آثاری که در نمینه خود شما ادبیات بچگانه معین شده بود بسیار زحمت کشیدید. بعد از اون زحمت خودتون قصه کنید. من با بسیاری از کتابخانه‌ای که در شهر کلاب موجود میباشند از جمله با کتابخانه ولایتی بچگانه شهر کلاب، کتابخانه مرکزی شهر کلاب، کتابخانه دانشگاه دولتی شهر کلاب به نام ابو عبدالله رودکی و دیگر کتابخانه‌ها اعضا شده در دوره تعطیل در روزهای استراحت اومده با اونجا از روی نظامنامه ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی کتاب‌های موجود بوده رو میخونم و آن کتاب‌هایی که در آنجا دسترس کردن نمیشد اومده با کتابخانه ملی تاجیکستان از آنها میگرفتم. چی بودن روان یگان وقتی مشکل بود برای دسترس کردن ادبیات اینکه از خوانان بسیار عصبانی میشده، دل سرد میشده و کی بود که شما رو موتیویت میداد، قوت میداد، روحیت بلند میداد؟ شخصانی که واقعا روحیم رو بلند میبرداشتن این البته پدر مادرم میباشند و استاد گرامی قدرم میباشند که آنها برای اشتراک در این آزمون من رو راهبری می‌نمودند. نبودن وقتی که شما دل سرد همین آزمون نشدید؟
بله هر دفعه که از دور جمهوری اسلامی ناامید شده به ولایت خود به ولایت ختلان به شهر کلوب برمیگشتم یک حسیت ناخوشی مرا فرا میگرفت ولی باوری داشتم که یگان روز من هم صاحبی یگان جای میگردم و امروز خوشبختانه سزاوار شاهزاده آزمون کردم. البته این احساس است، احساسی که علاقه وجودی مرا فرا گرفت، احساس شده اشکی شده احساسی که وجود آدم رو بلند این لحظه با آخر صحبت میرسه چون وقتم بسیار قیمت‌ترین چیز است. از این کتابایی که شما خوندید مینداری شما چگونه است و هیئت تدارکات نفرانی که همین آزمون برای ما و شما تشکیل کردن و اون نفرانی که شما را دستگیری کردن و راهنمایی کردن برای غالب شدن. من سرول میخواستم مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رسانم که برای ما جوانان دوران صاحب استقلال چنین آزمون ها را در سطح بلند برگزار میگردانند. همچنین مینداری خود را به آموزگاران، والدین و شخصانی که در این آزمون مرا دستگیری نمودند میرسانم و جواباً به این همه غمخواری های پیشوای معظم ملت وعده میدهم که برای باز هم گل شکوفایی وطن عزیزی خود سهم ارزنده خود را میگذاریم. و بیاید شما طریقاً همین دوربین با اون نفرایی که هر بار شما از دوره جمهوری ناامید نشدید امید میبخشیدن، نفرایی که شما دل سرد نشدید و شما قوت میدادن، نفرایی که همیشه در پشتتون شما بودن و یک از غالبیت شما همونها بودن، چی گفتنی هستید؟ البته این نفران پدر مادر من و استادانم به ایسا میرفتن که هر دفعه که من ناامید میشدم آنها من رو روح بالا مینمودن و باز با من کار میکردن که این دفعه نیز سزاوار یگان جای نمونوی کردم. من در آینده میخواهم که وقتی که صنف 11 را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 شهر کلوب به اتمام میرسونم، میخواستم که به شعبه زبان و ادبیات و ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده و همچنین یک ژورنالیست موفق در تلویزیون و رادیو کار کنم. با سرپرست آزمون اساسگذار اصول وحدت ملی چی گفتنید؟ همچنین یک جوان چی وعده میدهید؟ میخواستم مینداری خود و تمام اشتراکداران آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است را و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیان سازم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون‌های با نفوذ را تشکیل نمودند. بعد می‌دیدم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده، همچنین یک ژورنالیست موفق با وطن و خلق خود خدمت با شرف نمایم. ما همیشه پیروان پیشوای ملتیم، پیروی این شیر دلمردی به آر و همتیم. تشکر زیاد برای شما در فعالیت می مطلب قرار می‌خواهیم و امید می‌بندیم که در عرصه بین‌المللی نیز چنین جایزه‌های با نفوذ را به تاجیکستان می‌آورید و پرچم تاجیکستان در عرصه بین‌المللی هم از جهت علم و معرفت خود بالا می‌بردارید. دوستان عزیز، همراهان عزیز، این بود برنامه در مهمانی روزنامه ختلان که با جایزه‌داران جایزه‌های آزمون فروغ صبحی کتاب است منظور شما گردیدیم و چند لحظه با همراه آنها صحبت داشتیم و نظر آنها را دارید بر روند آزمون پیشکش شما گردیدیم. تا این لحظه بودم با شما نویدان سیدالله خیر.